که چرا که آب چشمی همه میریزد لیکن آب چشمی من نمیریزد. مجلس تمام شد، تنها نزد پیغمبر خدا آمدم. متن حدیث هم ته هست: یا رسول الله اشکو الیک من جمود العین. اسامه میگد آمدم نزدش، گفتم پیغمبر خدا یک شکایتی دارم. گفت چی شکایت داری؟ شکایتم همین است که چشمهای من یخ کردگی هست. جمود این از کلمه یخ است. چشمهای من یخ کرده است، هر حرکتی که میکنم از داخلش آب نمیبراید. رسول اکرم چی حالت باشد؟ پیغمبر خدا چیکار کردن؟ میگد اسامه میگد وضع یدیه علی صدری. دستش میگه پیغمبر خدا آورد بالای سینه من ده گذاشت و چی گفت؟ گفت اخرج یا عدو الله، ای دشمن خدا از دل اسامه بیرون شو. با مجرده که میگه این سخن از زبان پیغمبر برآمد ای دشمن خدا از دل اسامه بیرون شو، ثم بکیتو، آب چشم دیگر داشته نشد، آب چشمم هم تریختن گرفت. میگه گفتم رسول اکرم این سبب در چی بود؟ در دل من چی بود که تو گفتی دشمن خدا از دل اسامه بیرون شو؟ چی بود در داخل دل من؟ رسول اکرم چی گفتن؟ اسامه گفتن جمود العین من قسوة قلبک. این چشمی که از تو یخ کرد آبش جاری نشد، این سببش این است که اسامه دل تو سیاه شده بود. این ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر گفته است بدرستی این که دورترین مردم از خدا کی هست؟ همون شخصی است که دلش سیاه هست. اسامه حیرت دماندن، گفتن رسول اکرم من 5 وقت نماز با جماعت میخوانم، من خدا را میشناسم، این سیاهی از کجا پیدا شد؟ رسول الله گفتن قسوة قلبک من کثرت الذنوب. این سیاهی دل تو اسامه گفت از بسیاری گناهی تو پیدا شد. تو گناه را بسیار کرده، تو نافرمانی خدا را شاید در پنهانی بسیار کرده باشی که این دل تو را سیاه کرده است. رسول اکرم میگوید این العبد اذا اذنب ذنبا كانت نکتة سودا في قلبه فاذا تاب سقل منها فاذا زاد زادت. این ابو هریره روایت میکنه حدیثه. چی گفت از پیغمبر؟ گفته است وقتی که اگر بنده مؤمن گناه میکند خداوند به منزله یک نوگ سوزن واری در بالای دل او یک نقطه میگذارد. وقتی که اگر بنده پشیمان شد از گناه سقل منها، خدا در حال اون نقطه را دور میکند. فایزه زاده، لیکن ناترسانه با گناه را دوام داد، زادت، خدا نقطه سیاه را زیاد میکند. یعنی دل از گناهی بسیار سیاه می شود. در دوام پیغمبر خدا چی گفت؟ گفت میدان اسامه که گناهی بسیار از چی پیدا می شود؟ با چی سبب بنده گناهگار می شود؟ با چی سبب؟ اسامه سوال کردن، گفت کثرت ذنوبک من نسیان الموت. میدانی گفت اسامه بسیاری گناهی تو، گفت اسامه پیدایشش از این است که تو مرگ فراموش کردی، تو مردن فراموش کرده ای. تو از این به خاطر هستی که تو بالای پات حرکت داری، امروز تنی صحت داری، لکن در پیش مرگ منتظر توست. تو از مرگ فراموش کردی. حضرت گفتن رسول اکرم بهر چی من مرگ فراموش کردم؟ چرا این طور شد؟ رسول الله گفت که من طول الامل، زیرا که در دل تو آرزو بسیار است، تو نقشه های بسیار که در دل داری، آرزوهای بسیار که در دل داری،
از این خاطر تو مرگ فراموش میکنی. در اصل آن آرزو و امیدهایی که در دل ما و شماست که سال آینده فلان کار را انجام میتم، سال آیندهش فلان کار را انجام میتم، اینا آرزوهایی هستند که ما و شما فقط همون سال منتظر هستیم. آمدن مرگ از خاطر ما و شما دور می شود. در دوام رسول اکرم گفتند میدانی که آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ اسامه گفتند نه یا پیغمبر، به علم خدا تو خداوند داناست، از چی آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ رسول الله گفتند من حب دنیا، از محبت دنیا آرزوهای بسیار پیدا می شود. آدم دنیا را دوست بدارد، محبت در دلش بسیار می شود. محبت دنیا در دلت که غلبه کرد، آرزوهای بسیار در دل تو پیدا می شود. و رسول الله در آخر گفتند، اسامه گفتند از این روز اعتبارا دل تو که صاف شد، دل تو تازه شد، ولکن رأس کل خطیه حب دنیا، سری همه خطایی ها گفت اسامه بدان که دوست داشتن دنیا هست. کسی دنیا را دوست می دارد آخرت بد می بیند، کسی که دنیا را دوست می دارد مردن بد می بیند، قبر بد می بیند. این چی است؟ این نشانه او هست که این آدم محبتی بر دنیا دارد. فکر میکند که در دنیا من ابدی هستم، یک تصور نمیکند که رسول اکرم کجا شد، یک تصور نمیکند که بهترین بعد رسول اکرم ابوبکر صدیق کجا شد، عمر کجا شد، عثمان کجا شد. اینا را فکر نمیکند. مر موسی علیه السلام بالرجل و هو یبکی و رجع و هو یبکی. غزالی میگوید در کتابش که روز حضرت موسی بر کوچه گذر کرد. سبب محبت دنیا را ببین که چی مکافات بر آدمانی که به دنیا محبت دارند خدا چی مکافاتشون میتد. حضرت موسی میگه گذر کرد بر یک کوچه، نگاه کرد یک جوان با چنان گریه دارد، با چنان گریه دارد. موسی در حیرت ماند که این چی گونه بنده گناهکار باشد. رفت میگه. بعد از بین ساعت گذشت، موسی باز بر همون راه گشت، نگاه میکند که باز همون جوان در گریه هست. حضرت گفتند الهی عبدک یبکی من مخافتک. خدایا گفت این بنده را من نگاه کردم ساعت هاست که گریه میکند، این بنده تو از تو میترسد، خدایا مغفرتش کن. لکن از جانب خدا چی آمد؟ موسی لو سال دماغه مع دموع عین و رفع یدیه حتی یسقطا لم اغفر له. موسی گفت اگر همین بنده که گریه دارد اگر چنان گریه کند که چشمش قاق شود، چنان گریه کند که از سیلابه آبش همه بینیش شسته ببرد، چنان گریه کند و چنان دستهاش بردارد که دستهاش از ساعتهای دراز قاق شود، لم اغفر له، او را من مغفرت نمیکنم. موسی در حیرت ماندن الهی این چگونه گناهکار باشد؟ خداوند گفت این گناهکاریش همین است که هو یحب الدنیا، این دنیا را دوست می‌دارد. این دست‌های برداشته‌اش، چشم‌های پری آبش، اینوش که عبادت است، لیکن در دلش محبت دنیاست. لم اغفر له، من را مغفرتش نمیکنم. این سبب چی است؟ سببی که محبت دنیا در دل ما و شما جایگیر می شود. جبرائیل خدا روان کرد برای نوح. حضرت جبرائیل آمدن، حضرت نوح در بیابان بودن و قال نوح یا نبی الله یا اطول الانبیاء عمرا، ای نوح تو از همه درازترین از روی عمر در بین پیغمبرها تو هستی، 1050 سال عمر دیدی.
تو از همه در عمر دراز در تو بود. کیف وجدت دنیا، کیف وجدت دنیا. بر من یک قصه کن که تو 1050 سال زندگی کردی، این دنیا را چگونه یافتی؟ قال یا جبرائیل وجدت دنیا کدار لها بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. یا جبرائیل گفت من دنیا را گفت به منزله یک خانه که دو در دارد، به همون منزله یافتم. از یک در داخل شدم، از در دیگر بیرون شدم. 1050 سال گفت به همین منزله یافتم. بین 1050 سال به منزله یافتم که از یک در داخل شدم، به در دیگر بیرون شدم. خدا رحمت کند مولوی را میگوید به وقتی قبض گفت عزرائیل ای نوح کشم از قالب تو این زمان روح. چی دیدی در جهان از عشرتی خیش؟ تو چی دیدی؟ گفت چگونه یافتی این داری دون را، کی دیدی بزم و چرخ و نیل گون را. مولوی میگد حضرت جبرائیل سوالش کرد دنیا را چگونه یافتی؟ تو گو یک تبدلات دنیایی را دیدی، دنیا یک بار زیر آب ماند، چگونه یافتیش؟ حضرت چی گفتند؟ بگفتش یافتم چون قصر دودر، شدم داخل ز یک خارج ز دیگر. ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خشک و لب زین پاک کشیدم. به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم ز خوردن نیست رنگش. گذشت چون خواب چون خیال، به خاطر نیست جز رنج و ملاله. مثل یک خواب، مثل یک چشماقه که میزند نابود میشود، همتا میگه گذشت. بغیر رنج بغیر مشقت هیچ چیز در خاطرم نیست. همین دم دانم و این سختی جان، با فضل حق شود این مشکل آسان. همین زمانی که الحال تو آمدی و جبرائیل و عزرائیل می آید قبض جان من میکند، در همینش من در اضطراب هستم که چگونه جان من بر حق تسلیم میکنم. همینش البته پیش راه مرا گرفت است. دیگر دنیا در نظر من هیچ چیز چگونه گذشت خود درک نداشتم. از این خاطر مولوی میگد نظر اول به حال پیش و پس کن، پس از وی دولتی فانی هوس کن. اول یک گرد اطراف تماشا کن، یک تاریخ دنیا را بخوان، بعد از آن محبتی بر دنیا میبندی یا نمیبندی این به عقل تو وابسته است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این پیش سخنی که بر شما کردم این درباره آن است که ما و شما امروز کار دنیا، مشغولیت دنیا ما و شما را به خودش مشغول نکند، ما و شما را به خودش جلب نکند، بلکه ساعت عبادت خدا را ما و شما فراموش نکنیم. در اون ساعتهایی که عبادت خداست ما و شما مشغول کار دنیا میشیم. این دنیا همان دنیایی هست که تمام پیغمبرها را نوبت به نوبت چکار کرد؟ جواب داد. تمام عزیزان خدا را جواب داد. بر هیچ کدام او رحم و مشقت نکرد. این هم تا دنیا هست. رسول اکرم میگه لا تعدلوا مثل جناح بعوضة ما سقا کافرا منها شربة ما. خدا میگه که همین دنیا بچنان یک مخلوق بد دیده شده است در نظر من که اگر همین دنیا قدر یک پری پشه در نزد من قدر می داشت، این کافرایی که امروز منکر خدا هستند، منکر قرآن هستند، من نمیگذاشتم که اینها یک قطره آب از این دنیای من بخورند. لیکن این دنیا در نزد من قدر ندارد، قیمت ندارد. برای همین هر کسی که هر کاری میکند کردن بگیرد، مگر از اونها من چیکار میکنم؟ جزای اعمالی که در دنیا گذرانیدن از اونها من طلب میکنم. به گورستان گذر، یک دم نظر بر اهل حسرت کن.
سری حسرت پیچیدن در چاک گریبانی. به تاج و تخت و آب و رنگ این فانی چی می نازی که بعد از مدت اندک به خاک دهر یکسانی. گذر از آب و رنگ و دون بنای خانه دین کن. جهان ناید بکار اما بکار آید مسلمانی. این جهان بکارت نمیاد بلکه بکارت چی می آید؟ این توشه و این مهنتی که تو بحر اسلامت کرده است، اینها البته بر تو دستگیر می شود. موعظه ای که الحال بر شما آماده کردیم این درباره مرگ است. ما و شما باید بدانیم که مرگ اولا چی هست و چگونه به سر بنده مؤمن حمله ها دارد. میخوام این آغاز موضوع را از یک غزل از مسکین شاهانی هست بر شما افتتاح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این دیده ها گریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. ما را غضب کرده خدا، ما را غضب کرده خدا، از دوستان خود جدا، هستیم غریب و بینوا از دست کی؟ از دست مرگ. در دشت ها آواره ام، در دشت ها آواره ام، چون غنچه صد پاره ام، خود بنده بیچاره ام از دست کی؟ از دست مرگ. من زهرها نوشیده ام، من زهرها نوشیده ام، چشم از همه پوشیده ام، زهراب غم نوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. گلگون قبا پوشیده ام، گلگون قبا پوشیده ام، سر در کفن پیچیده ام، دریا صفت جوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. هر دم ز من فریادها، هر دم ز من فریادها، فردا بگویم دادها، من می روم از یادها از دست کی؟ از دست مرگ. مسکین سخن کوتاه کن، مسکین سخن کوتاه کن، برخیز و عزم راه کن، یا شکوه بر الله کن از دست کی؟ از دست مرگ. از دست کی؟ از دست مرگ. حضرت گفتند ای مسکین از جای خود بخیز و این نظم و غزل خطا کوتاه کن، زیرا که شاید که بالای همین کتابت غزل باشه که همون مرگی که تو یادآوری داری بالای تو حمله کند. زیرا تو نمیدانی که مرگ در کدام ساعت بالای تو می آید. البته به البته بچه عمر عبدالله خدا رحمت کند، عمر با همراهی این بچهش اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبه، روز رسول اکرم از سر شانه من داشت و چی گفت؟ و قال یا ابن عمر، ای بچه عمر، کن فی دنیا کانک غریب
او عابر سبیل. بچه عمر، من بر تو نصیحت میکنم، نصیحت من همین است که در دنیا مثل غریب باش او عابر سبیل، یا مثل که یک آدمی که از راه گذرانده هست و میرود راه را تمام میکند، مثل همون باش. در دنیا خطا یا رونده راه حس کن یا مثل یک غریب حس کن. حضرت وقتی میگه این نصیحت من گرفتم و کان ابن عمر، و دائم همین بچه عمر چی میگفت؟ مردم میگفت اذا امسیت فلا تنتظر صباح و اذا اصبحت فلا تنتظر مساء. ای مردم، من از پیغمبر خدا یک نصیحتی گرفتم که بر شما خلاصه او را میگم. خلاصه این نصیحت پیغمبر این است که اگر شما در بیگاهی قرار داشته باشین، نفس خودتان تا سحر مهلت ندین. اگر بیگاه شما زنده باشین، شما 100% باوری نکنین که شما تا سحر زنده میمانین، همچنان باوری در دلتان پیدا نکنین. و اذا اصبحت، وقتی که اگر سحر شد تو از خواب خیستی، فلا تنتظر مساء، تا بیگاهی را جان اخته مهلت نده، تا بیگاهی را باور نکن که من زنده هستم، بلکه چیکار کن؟ خذ من حیاتک لموتک و من صحتک لسقمک. حضرت نصیحت کردن ما و شما را که از این خاطر این حیاتی که بالاش مرگ هجوم دارد از دست شما میگیرنش، از این خاطر برای روز مردنتان این حیات غنیمت بشمارین. و این تن صحتی که قدم زنان به مسجد دوان دوان می آیین، این تن صحت هم غنیمت بشمارین برای روز چی؟ برای روز مرگتان. از این خاطر مسکینم گفتن تیزتر غزل بود کن، شاید که این مرگ نامعلوم است که این ساعت بالای من میاد یا ساعت دیگر. مرگ خود چی معنا دارد؟ مرگ در قرآن به نام موت ذکر می شود که ترجمه فارسی زبان ما و شما موت این خود مرگ می دهد. مرگ چی معنا دارد؟ مرگ معناش همین است هر جا که سری خدا پیش کرد، اونجا بالای چیزی که اگر هجوم کرد اون چیز ناپدید و اون چیز از بین دور می شود. این مرگ هم تا مخلوقی هست که اگر بالای ما و شما که هجوم می کرده است، ما و شما را ناپدید و از بین می برده است. این معنای موت است، این معنای مرگ است. خدا در قرآن شاید 10 جا، شاید زیاده از 10 جا بر ما و شما تذکر می دهد، به ما و شما یادآوری می کند از موت. که من اولا افتتاح سخن را می خوام از ترجمه آیت ها بر شما برسانم. نظر به سوره عمران میکنیم، آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقة الموت. تمام آن چیزی که صاحب روح است، صاحب جان است، صاحب حرکت کننده است، خواه از جنس آدم است، خواه از جنس جین است، خواه از جنس فرشته است، عاقبت مرگ را می چشد. این یادآوری خداست بر ما. هر کی آمد به جهان اهل فنا خواهد بود و باقی است خدا خواهد بود. بجز خدا دیگر هیچ ذی روح در روی دنیا باقی نمیماند. فقط و فقط دنیا از خدا بود و باز به سوی خدا رجوع میکند.